حاجی مجرد بود و منم جوان بودم و جویای نام تازه اومده بودیم اینجا، انگلیسی ما کیری، ما مخ زدیم خارجی رو بودم حاجی بیا من دوستشو برای تو بیارم 10 سال پیش. هیچ ما خودم با این دختره میرفتیم ساندویچی نصف ساندویچ میخوردیم، داشت خوش میگذشت، $4 $5. این آقا نه من اگه بیام باید بریم سوشی بخوریم. گفتم آقا من سوشی خارکوسه بلد نیستم، با چوب اونجا بگاییدم میریم. گفت نه باید بیای با شروع بکنیم. میز شد $400. من خودم با اون دختر خارکوسه میرفتیم سابوی میخوردیم، ساندویچ میخوردیم، چیکن برگ مرگ همبر دایره عالی بود. $400 شد. موقع دختره رو نتونست بزنه. فردا آیسان جان اینجا $400 پول میز شد، $200 سهم تو میشه. گفتم کنده من برای تو دو خواه آوردم اونجا با تو دوست بشه. من که خودم خارکوسه میرفتم ساندویچی بیارو که چی $200 الان برای من گرفتید نسخه پیچیدی. الان من حقوق من بود موقع هفته $300. حقوق من بود هفته $300. آره منظورم که حاجی از اول اینجوری. آره حاجی ولی آدم منصفیه دیگه. آره بیا